دلیل تمام مشکلات و گرفتاریات و نرسیدن به اون زندگی ایدئالی که می‌خوای رعایت نکردن این 5 قانون کائناتیه. سیوش کن که گمش نکنی. قانون اول قانون آینه است. دنیای بیرون تو دقیقاً محصول دنیای درونته. اگر در ذهنت فقیر و گرفتاری در دنیای بیرونت هم همین شکلی خواهی بود. اگر می‌خوای از این چرخه باطل خارج بشی تا آخرین کلیپو ببین. چون قانون پنجم تکمیل کننده 4 تا قانون قبلیه. قانون دوم لا سینکرونیسیتی یا قانون همزمانی. زمانی که از جهان درخواست نقشه خروج از این وضعیت رو می‌کنی، به دقت به افراد، اشیا، پیشنهادات و مکان‌هایی که سر راهت قرار می‌گیره نگاه کن. چون بر اساس این قانون هیچ چیز تصادفی نیست. بعضی چیزا رو باید بیرون بریزی و بعضی چیزا رو باید وارد کنی. قانون بعدی که خیلی به قانون قبلی مرتبطه قانون خلأه یا لا واکیوم. اگر می‌خوای چیزای جدیدی وارد زندگیت بشه، باید چیزای قدیمی رو خارج کنی. اگر از هر چیزی بهترش می‌خوای، باید آماده بشی که ورژن قبلیش رو رها کنی و دور بندازی. بالون تا وقتی که سایشنش رو رها نکنه بالا نمیره. دقیقاً زمانی که از نظر ذهنی آماده بشی، شرایط ورود چیزهای بهتر و جدید فراهم میشه و میتونی قانون خلأ رو پیاده کنی. هیچ چیز در این جهان رایگان نیست. اگر چیزی رو می‌خوای، باید پرداختش رو به کائنات انجام بدی. اگر چیزهای بزرگی می‌خوای، مطمئن باش که پرداخت‌های بزرگی به سراغت میاد و راه چاره‌ای نداری. زمانی که کائنات بفهمه کاملا مصمم هستی و یه چیزی رو می‌خوای، ابتدا شروع می‌کنه پرداخت‌ها رو ازت بگیره. این به هر شکلی میتونه ظاهر بشه. سال‌ها تلاش کردن بدون نتیجه، از دست دادن شغل، همسر، ماشین، خونه یا هر چیز این شکلی. هر چیزی که هدفت بزرگتر باشه، پرداختت هم بیشتر میشه. پس مواظب باش برای چه چیزی آرزو می‌کنی. قبل از اینکه قانون پنجم رو بگم، دکمه فالو رو بزن و از اطلاعات طلایی پیج استفاده کن و زندگیتو تغییر بده. قانون پنجم قانون ریتم یا لا اف ریتم که به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول، دوره‌های خوب و موفقیت بعد از دوره‌های شکست و ناکامی ظاهر میشن و دوره‌های ناکامی بعد از دوره‌های موفقیت. باید همواره حواست باشه وقتی در دوره‌های موفقیت قرار داری برای دوره‌های تاریکت برنامه‌ریزی کنی. دقیقاً مثل مورچه‌ها که زمان تابستون فقط مشغول جمع‌آوری کردن دونه‌ها برای زمستونن. و بخش دوم این قانون اینه که باید تمام 4 قانون قبلی رو به صورت روتین در زندگیت بیاری و توسط نیروی ارادت عادت‌های قبلی تو از بین ببری و این قوانین جدید رو پیاده کنی که ساده نیست. البته دوره کاملی داره که میتونم در اختیارت بذارم. اگر مایل به دریافت دوره هستی، کلمه دوره رو کامنت کن.